سلام، من بهزادم. 35 سالم و تهران زندگی میکنم. این قصه‌ای که میخوام براتون تعریف کنم همون داستانیه که سالها پیش از زبون مادر بزرگم شنیدم. قصه‌ای که هر بار که اسمش رو می آورد یه آه از ته دل میکشید و میگفت مردم روستامون عشق رجب و نرگس رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنن. همه چیز برمیگشت به حدوداً 60 سال پیش. به یکی از روستاهای زیبای گیلان، به روزهایی که بوی برنج تازه و صدای پرنده ها تو مه صبحگاهی همه چیز رو جذابتر و رویایی تر می‌کرد. رجب پسر رمضان شاطر بود. جوونی لاغر و زحمتکش که قبل از طلوع آفتاب از خونه بیرون میزد و خودش رو میرسون به زمینهای مردم تا خرج زندگیش رو در بیاره. دقیقاً مثل بقیه جوانهای روستا. داستان از روزی شروع شد که از کنار شالیزار خان میگذشت. صدای خنده زنهایی که توی گل خم شده بودن به گوشش خورد. نگاهش ناخودآگاه فقط برای یک لحظه افتاد رو صورت نرگس. دختری با لباس محلی، موهای فرو، صورتی که حتی پشت گلولای زمین هم به زیبایی می درخشید. نگاهی که خیلی زود از رجب دزدیده شد. اما برای رجب مثل تیر شد و نشست دقیقاً وسط قلبش. شب وقتی که سرش رو گذاشت رو بالش که بخوابه، تا چشاش رو می بست، چهره زیبای نرگس جلوی چشماش می اومد و خواب رو از اون می گرفت. 2 روز بعد عصر بود که آفتاب داشت کم کم پشت کوه‌ها غروب می‌کرد. کارگرا داشتن وسایلشون رو جمع می‌کردن و از زمین‌ها بیرون می‌رفتن. رجب داشت از کنار زمین‌های شالی رد می‌شد. یهو دید نرگس کنار جوب آب نشسته و داره دست صورتش رو می‌شوره. یه لحظه مکث کرد. یه نفس عمیق کشید. خیلی عادی و معمولی آروم بهش گفت خسته نباشید خانم. نرگس اول سرش رو بلند نکرد. انگار نمیخواست توجهی نشون بده. اما بعد از مدتی سرش رو بالا آورد و گفت شما هم همینطور. ساده، کوتاه، اما با یه گرمای عجیب که تو صدای هیچ دختر دیگه‌ای رجب نشنیده بود. رجب همونجا بود که حس کرد قلبش داره از جا کنده میشه. همون لحظه فهمید این حس یه حس معمولی نیست و انگار که اون واقعا عاشق شده. شبها وقتی روستا آروم می شد و چراغها یکی یکی خاموش می شدن، رجب می رفت پشت باغ آلو، همونجا که دیوار گلی خونه مشعصم بود. از همون پشت ساکت وامی ایستاد و گوش می داد و یواشکی دید می زد. به صدای ظرفها، به کشیدن سطل آب از داخل چاه، به قدمهای نرگس. نرگس هم که هر بار که فانوس رو تو دستش می گرفت و می اومد برای آب بردن، چراغ رو کمی بیشتر سمت دیوار می چرخوند. انگار می خواست بگه می دونم که اینجایی. و این نشونه های کوچیک، این نگاه های دزدکی کم کم تبدیل شد به اولین شب گفتگو. شبی که رجب خیلی آروم و با صدایی لرزون گفت نرگس خانم. نرگس انگار از قبل منتظر بود که اسمش رو از دهن رجب بشنوه. همونجا واسطاد و با یه صدای خجالتی گفت بله. و این همون لحظه ای بود که برای اولین بار مستقیم و رو در رو با هم صحبت کردن. از همون شبی که اسم همدیگر رو برای اولین بار گفتن، انگار یه پرده نازک از بینشون افتاد. هر بار که شب می شد و روستا تو سکوت می رفت، این پرده نازک و نازکتر می شد. رجب دیگه هیچ شبی طاقت نمی آورد که کنار باغ آلو نره. حتی اگه بارون می بارید یا گلولای زمین رو تا زانو خیس می کردن. اون تحت هر شرایطی باید خودش رو می رسوند. رجب وقتی می رسید پشت دیوار شروع می کرد از روزش تعریف کردن. روزش چطور گذشته، چقدر کار کرده، چقدر خسته است. ولی هیچ کدوم به اندازه دیدن نور فانوس نرگس خستگی رو از تنش بیرون نمی‌کنه. نرگس هم گاهی با همون صدای آروم و لب‌هایی که انگار همیشه یکم از ترس می‌لرزید میگفت مادرش امروز چی پخته،
یا چطور خان سر زمین سرشون داد زد و کارگرها از خان میترسن. اما بعدش میگفت ولی خب وقتی میدونم شب یه نفر اینجاست پشت همین دیوار منتظرمه تا با هم صحبت کنیم، همه چیز برام زیبا و جذاب میشه. رجب اونقدری دلش میلرزید که نمیفهمید چطور باید خودش رو کنترل کنه. انگار میخواست از پشت دیوار بپره بیرون و نرگس رو بغل کنه. ولی اون خودش رو کنترل میکرد چون میدونست اگر کسی از خانواده نرگس این ماجرا رو بفهمه کارش دیگه تمومه. پس فقط از همونجا میگفت نرگس من خیلی دوست دارم، از همون روز اول که دیدمت. نرگس هم بهش میگفت منم همینطور. رجب میگفت هر کاری میکنم که سریعتر به هم برسیم. نرگس هم با خجالت میگفت میدونم رجب، منم همینطور، نترس، خدا بزرگه، ما قطعاً یه روز به هم دیگه میرسیم. این جمله یه روزی به هم میرسیم برای رجب مثل نون شب بود، مثل آبی که بعد از یک روز کار تو گلولای از ته دل بهش نیاز داشت. هر شب با همین امید میرفت تو رخت خوابش، باهاش میخوابید. صبح با همون امید پا میشد و میرفت سر کار، فقط برای اینکه بتونه پول جمع کنه و بره حرفاش رو با مشحسن بزنه. چند ماهی بود که از قرارهای شبونش رو میگذشت. رجب تصمیم گرفت بالاخره مردونه بره سراغ پدر نرگس. اون عصر وقتی کارش تموم شد دستهاش رو شست و پیراهن تمیزش رو پوشید، کلاه نمدیش رو گذاشت رو سرش و رفت به سمت خونه مشحسن. اون میخواست قبل از خواستگاری و اطلاع دادن به خانوادش بره و مردونه با مشحسن صحبت کنه. اون میخواست نظرش رو بپرسه. در طول مسیر تنها صدایی که میشنید صدای ضربان قلب خودش بود. وقتی که رسید نرگس دم در نبود، ولی صدای مادرش از توی حیاط میومد که داشت به مرغ و خروس ها دون میداد. رجب سلام کرد و گفت اومدم با مشحسن صحبت کنم. مادر نرگس که سالها کار سخت پوستش رو آفتاب سوخته و خسته کرده بود یه نگاه دقیق به رجب انداخت و گفت برو بشین تو ایوان، میگم بیاد الله. بعد از چند دقیقه مشحسن با اون قد بلند و ابروهای به هم گره خورده از توی اتاق بیرون اومد و نشست دقیقاً جلوی رجب. رجب با لحنی آروم صحبت کرد. گفت مشحسن من مدت هاست که نرگس رو دوست دارم، اگر اجازه بدید میخوام بیام خواستگاریش. سکوت عجیبی بینشون حاکم شد، فقط صدای باد بود که میومد. مشحسن اولش چیزی نگفت، فقط شروع کرد به خاروندن ریشاش. یه نگاه عمیقی به رجب انداخت و بعدش گفت پسر من تو رو خوب میشناسم، آدم خوب و کاری هستی، کسی ازت تو این روستا بد نمیگه، ولی من دخترمو همین جوری به هر کسی نمیدم. اگر میخوای زن بگیری باید مرد زندگی باشی، باید زمین و خونه داشته باشی، باید پشت و پناه داشته باشی پسرم. رجب سرشو انداخت پایین و گفت میدونم چی میگی، واسه همینه که دارم کار میکنم. قول میدم بهت هرچی از دستم برمیاد انجام بدم، فقط شما بگید که امکانش هست یا نه. مشحسن مکث کرد و رفت تو فکر. بعد از چند دقیقه سکوت و فکر کردن گفت پدرت دوست قدیمی منه، خانواده خوبی داری، تلاش کن پول جور کنی و بتونی یه خونه نقلی برای خودت بسازی. من دیگه حرفی ندارم، نرگس دختر منه، اگر دلش با تو باشه و راضی باشه من هیچ حرفی ندارم. رجب همونجا حس کرد که دنیا داره بهش لبخند میزنه، چون میدونست که نرگس دلش با اونه، فقط کافی بود بتونه خودش رو به پدر نرگس ثابت کنه. وقتی از حیاط بیرون میومد قلبش آروم شده بود، میخواست داد بزنه، چون بالاخره اولین چراغ سبز رو گرفته بود. همون شب رفت پشت دیوار. وقتی که نرگس اومد با صدایی از سر شوق گفت نرگس پدرت گفت اگر پول ساخت خونه رو جور کنم حرفی نداره. نرگس چند ثانیه هیچی نگفت، بعد چشاش برق زد و گفت خدا رو شکر. میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگه از اینجا به بعد همه چی دست توه، من مطمئنم که تو میتونی. همونجا برای اولین بار بینمون یه قول و قرار رد و بدل شد، قولی که از ته دل بود، قول رسیدن به هم دیگه.
تابستون اون سال هوا وحشتناک گرم بود. رطوبت مثل پتو می نشست رو تن کارگرا. رجب اما از همه کارگرا پرتلاشتر کار می کرد. چون می دونست هر تلاشی که داره می کنه نتیجه یه قدم نزدیک ترش می کنه به نرگس. صبحها به محض اینکه آسمون روشن می شد از خونه بیرون می زد و تا عصر بیوقفه کار می کرد. بعضی روزها برای چند خانواده کار می کرد که پول بیشتری در بیاره. از خستگی حال راه رفتنم نداشت، ولی تو دلش می گفت به خاطر نرگسه، به خاطر زندگیی که قراره برای هم بسازی. نرگس هم از اون طرف هر وقت می تونست جوری که کسی نفهمه از پشت دیوار یا از دور نگاهی به رجب می انداخت. وقتی رجب از کنار زمین رد می شد فقط برای چند ثانیه به رجب خیره می شد و بهش سر تکون می داد. همون چند ثانیه براش کافی بود که بگه این مرد رویاهای منه. رجب شبهایی که از خستگی حتی حال نداشت شام بخوره بازم میرفت سمت خونه نرگس. انگار پاهاش بدون اراده خودش اون مسیر رو بلد بودن. وقتی نرگس می اومد اونقدر دلش روشن می شد که یادش می رفت اون روز چقدر تلاش کرده. نرگس با دیدن رجب بهش می گفت رجب تو چرا اینقدر لاغر شدی؟ داری خودت رو می کشی پسر. رجب می خندید و می گفت به خاطر تو نرگس، به خاطر زندگیمونه. مگه نمیخوای من بیام خواستگاری؟ نرگس هم با اون لحن شرمگین که همیشه آخر جمله‌هاش یه لرزش کوچیک داشت میگفت میخوام، از خدامه، ولی نمیخوام خودت رو اینقدر اذیت کنی. رجب جواب میداد به خدا قسم که اذیت نیست. وقتی بهت فکر میکنم خستگی تو تنم نمیمونه. دیگه کار هر شبشون شده بود کنار هم بودن و تعریف کردن روزهایی که گذشته. اون موقع مد نبود که یه دختر و پسر قبل از ازدواج بتونن با هم برن بیرون و قرار بذارن. اینا هم نهایت کارشون قرار پنهونی از پشت دیوار بود. بعد از ماه‌ها تلاش بالاخره رجب با پولی که از کار به دست آورده بود قرار شد یه خونه کوچیک کنار زمین پدریش برای خودش بسازه. قرار شد تا موقع ازدواجشون تو خونه پدریش تو یکی از اتاقها زندگی کنه. رجب با خوشحالی رفت و با پدر نرگس صحبت کرد. داستان رو کامل براش تعریف کرد. بعد از رضایت پدر نرگس طبق معمول هر شب دوباره شبونه رفت پشت دیوار و داستان رو برای نرگس هم تعریف کرد. اون شب از خوشحالی هیچ کدومشون خوابشون نبرد. توی روستا وقتی حرف خواستگاری میشه همه زنها زودتر از مردها خبردار میشن. صبح روزی که قرار بود خانواده رجب برن برای خواستگاری، مادر رجب از همون اول صبحی زیر لب میگفت خدایا خودت به خیر بگذرون. رجب هم لباسهای نو به تن کرده بود و کلاهش رو مرتب کرده بود. بالاخره روز موعود رسیده بود. همراه پدر و مادرش راه افتادن به سمت خونه مشحسن. رجب هر قدمی که جلو میرفت انگار ضربان قلبش تند و تندتر میشد. وقتی که رسیدن مادر نرگس شروع کرد به پذیرایی. مشحسن نشسته بود وسط اتاق. همه منتظر بودن تا حرف اصلی زده بشه. مادر رجب خیلی آروم و مؤدبانه گفت اومدیم که دخترتون رو برای رجب پسرم خواستگاری کنیم. پسر ما زحمت کشه، نون حلال در میاره. مشحسن بعد از چند دقیقه سکوت بالاخره گفت من حرفی ندارم. رجب رو خوب میشناسم. سر حرفاش موند. دخترم هم خودش راضیه. مبارک باشه این وصلت. وقتی که این جمله رو گفت انگار دیوارهای اتاق نفس کشیدن. انگار هوا یهو سبک شد. مادر رجب زیر لب صلوات میفرستاد. خود رجب تو دلش جشن گرفته بود. اون روز رسما قول و قرارها رو گذاشتن برای ماه‌های بعد. قرار شد که توی پاییز مراسم عروسی رو برگزار کنن. شب 14 آبان ماه، شبی که روستا قرار بود پر از نور و صدای ساز بشه. شبی که رجب و نرگس قرار بود به هم برسن. اما هیچ کس نمیدونست که خیلی قبل تر از اون شب یه سایه تاریک روی زندگیشون افتاده بود. تمام سرنوشتشون قرار بود سیاه و تار بشه. پاییز اون سال کم کم از راه رسید. هوا اونجوری شده بود که نمیشد گفت گرمه، نمیشد گفت سرده. صبحها
یه مه نازک می‌نشست رو شالیزارها. ظهر هم آفتاب خودش رو از پشت ابرا می‌کشید بیرون. تو همین روزها بود که رجب بیشتر از همیشه حس می‌کرد زمان داره کش میاد و هر روز دیرتر داره حرکت میکنه. چون هر باری که تو ذهنش تاریخ عروسی رو مرور میکرد، هم دلش میلرزید، هم یه لبخند قایمکی گوشه یه لبش مینشست. اون با خودش میگفت چند روز دیگه، فقط چند روز دیگه دووم بیار. تو روستا دیگه همه میدونستن 14 آبان قرار جشن بگیرن. با هر سختیی که بود، اون دوتا زوج بالاخره به هم دیگه رسیده بودن. 14 آبان بالاخره رسید. از همون صبح روستا یه حال و هوای دیگه ای داشت. زنها زودتر از همیشه از خونه زده بودن بیرون. بعضیا رفته بودن به کمک مادر نرگس. بعضیا مشغول آماده کردن خوراکی و چای و سماور بودن. توی حیاط خونه مشحسن چند تا فانوس از سقف آویزون بود. 2-3 تا قالی قدیمی روی زمین انداخته بودن و گوشه ی حیاط دیگ گذاشته بودن برای غذا. بخار برنج و خورشت با بوی هیزم یه فضای مطبوعی را ایجاد کرده بود که حال آدم را خوب می‌کرد. نرگس توی اتاق نشسته بود و زنهای محل دورش حلقه زده بودن. داشتن موهاش رو جمع می‌کردن و یه پیراهن سفید ساده تنش کرده بودن. یکی از زنها که سرخاب سفیداب کردن بلد بود داشت به نرگس رسیدگی می‌کرد. بیرون ساختمون رجب یه پیراهن تمیز و سفید برای عروسیش پوشیده بود. اونجوری که تا حالا کسی تو روستا رجب رو ندیده بود. ریشهاش رو مرتب کرده بود و کلاهش رو صاف گذاشته بود رو سرش. اون داشت با چند تا از جوانای محل کنار حیاط صحبت میکرد. منتظر بود گروه موسیقی بیاد. گروه موسیقی محلی از راه رسید. یکی داشت ضرب میزد و یکی دیگه هم داشت ساز میزد. کم کم صدای خنده و همه توی حیاط بالا گرفت. بچه‌ها این طرف و اون طرف میدویدن و همه منتظر بودن بزرگترها جمع بشن و عقد شروع بشه. وسط همین شلوغی‌ها خنده بود که یهو صدای سم اسب‌ها از دور رسید. اول کسی جدی نگرفت، اما وقتی صدا نزدیک و نزدیکتر شد، بعدش هم سایه چند نفر دم در حیاط افتاد. انگار یه دفعه همه جا ساکت شد. همه برگشتن سمت در. خانه روستا بود. با چند تا از افراد مسلحش وارد حیاط شدن. بدون سلام علیک و بدون اینکه نگاهی به چراغونی و مراسم عروسی بندازه، مستقیم رفت سمت مشحسن. رجب همون لحظه که خان رو دید، انگار یکی با مشت کوبیده تو صورتش. یه قدم جلو رفت، اما هنوز چیزی نگفته بود که خان با صدای بلند و خشکش گفت مشحسن. مشحسن با صورت رنگ پریده و دستهایی که معلوم بود میلرزه از بین جمعیت رفت بیرون. زیر لب گفت بفرمایید خان. خان کمی به اطراف نگاه کرد. انگار تازه فهمیده بود که اینجا عروسیه. بعدشم با یه لحن سردی که هیچ رحم و ملاحظه‌ای توش نبود گفت دخترت باید امشب بیاد خونه من. یه لحظه همه جا ساکت شد. انگار نفسها تو سینه ها گیر کرده بود. فقط صدای ترس و وحشت بود که می اومد. رجب اومد جلو، دیگه نتونست ساکت بمونه. با صدایی پر از خشم و کینه گفت خان، امشب عروسی ماست. مشحسن خودش قول داده. نرگس مال منه. میفهمی دارم چی میگم؟ زود از اینجا گم شو بیرون. خان سرش رو چرخوند. یه نگاه از بالا به پایین به رجب انداخت. مثل کسی که به یه کارگر معمولی داره نگاه میکنه، نه آدمی که داره واسه عشقش میجنگه. بعدش هم بدون اینکه لحنش رو عوض کنه گفت تو یه تخم سگ میخوای واسه من تصمیم بگیری؟ هرچی میگم همونه پسر جون. و رو کرد به مشحسن. من قبلا هم بهت گفته بودم دخترت برای منه. تو جواب نداده بودی. الانم اومدم که عشقمو با خودم ببرم. اتفاقا همین امشب که عروسیشم هست. مشحسن تو اون لحظه بین زمین و هوا گیر کرده بود. از یه طرف میدید دخترش امشب باید عروس بشه. از یه طرفم سالها زیر دست همین خان کار میکرد و زندگیش از خرج خان میگذشت. میدونست اگر مخالفتی بکنه چه بلایی قرار سرش بیاد. زیر لب
با صدای خفه گفت خان امشب عروسیه، تو رو خدا گذشت کن. مردم جمع شدن. فکر شادی باش، فکر آبروی من باش. هنوز جملش تموم نشده بود که خان ابروهاش رو کشید تو هم و با عصبانیت گفت آبروی تو یعنی چی؟ وقتی من حرفمو زدم آبرو یعنی حرف من. بعد با دست اشاره کرد و چند تا از مرداش رفتن جلو که نرگس رو وردارن و بیارن. همون لحظه نرگس از توی اتاق سر و صداها رو شنید و اومد بیرون. از لای در نگاه کرد. هنوز چیز خاصی رو متوجه نشده بود. فقط میدید که خان وسط حیاط داره صحبت میکنه و رجب جلوتر از همه واسطاده. مردهای خان رفتن سمت در اتاق. زنها سعی کردن جلوشون رو بگیرن، اما کسی جرأت مقاومت نداشت. صدای گریه و التماس بلند شد. رجب خودش رو انداخت وسط، خواست دست یکیشون رو بگیره. یهو چند نفری افتادن بهش و تا میخورد کتکش زدن. بعدش هم دست و پاش رو بستن و به دیوار آویزونش کردن. رجب داد میزد به خدا اگر دست بهش بزنی خون را میندازم. این آخرین شبت میشه خان. نرگس مال منه. امشبم شب عروسی ماست. رجب وقتی دید خان به حرفاش گوش نمیکنه به التماس افتاد، به خواهش افتاد. گفت تو رو خدا نرگس رو ول کن. افراد خان رجب رو دوباره کتک زدن. نرگس از اتاق زد بیرون. لباس عروسی تنش بود. چشمش پر از اشک بود. فقط داشت به رجب نگاه میکرد. مردای خان دستش رو محکم گرفته بودن و با طناب داشتن میبستن. نرگس داد نمیزد. زیر لب داشت گریه میکرد. خیلی آروم فقط گفت خدایا خودت کمک کن، نذار بی آبرو بشم. دستش رو دراز کرد سمت رجب. رجب هم همینطور، ولی دستشون به هم نرسید. اون مردها نرگس رو به زور سوار اسب خان کردن و مجلس رو ترک کردن. خان نگاه کوتاهی به جمعیت انداخت. انگار میخواست بگه هر کی حرفی داره بگه. اما هیچ کس جرأت نداشت حتی یک کلمه حرف بزنه. بعدش هم اسبش رو ورداشت و همراه اون مردها از روستا زد بیرون. فانوس‌ها هنوز روشن بودن. صدای ساز ساکت شده بود. بچه‌ها گریه می‌کردن. زنها نشسته بودن و داشتن خان رو نفرین می‌کردن. اون شب تبدیل شد به بزرگترین کابوس رجب. شب عروسی نصف کار مونده بود. کسی دلش نمی‌اومد چراغ‌ها رو خاموش کنه. همه کم کم متفرق شدن. بدون خدافزی، بدون هیچ حرفی. مثل آدم‌هایی که از وسط یه حادثه دارن فرار می‌کنن. فقط امیدوارن زودتر به خونه‌شون برسن. رجب تا صبح نخوابیده بود و داشت همونجا ناله می‌کرد. اصلا خواب به چشش نمی‌اومد. همونجا نیمه جون افتاده بود. به حرف کسی هم گوش نمیداد. مادرش چند بار اومد دنبالش. گفت پسرم بیا. اما نمیتونست. انگار هنوز امید داشت که نرگس برگرده. هر طوری که بود اون شب نفرین شده تموم شد. صبح که هوا هنوز روشن نشده بود صدای همهمه‌ای از پایین روستا بلند شد. کم کم جمله‌های عجیبی بین مردم داشت تکرار میشد. نرگس جونش رو از دست داده. جنازش کنار رودخونه پیدا شده. این جمله مثل پتک خورد تو سر رجب. بدون کفش با همون حال خراب دیشبش دوید سمت رودخونه. نفس نداشت، پاهاش میلرزید، اما فقط میخواست نرگس رو ببینه. کنار رودخونه جمعیت حلقه زده بودن. زنها گریه میکردن. یکی خودش رو میزد. مردها ساکت داشتن تماشا میکردن. وسط اون حلقه نرگس افتاده بود. همون لباس سفید عروسی شب قبلش تنش بود. موهای خیسش روی صورت و شونه هاش افتاده بود. کسی دقیق نمیدونست که چه بلایی سرش اومده، اما میشد حدس زد که چه اتفاقی افتاده. نرگس برای اینکه آبروش پیش خودش، پیش مردم، پیش خدا و از همه مهمتر پیش رجب لکه‌دار نشه، نیمه شب بعد از کار خان اومده بود و خودش رو تو رودخونه خفه کرده بود. رجب وقتی رسید چند نفری خواستن نذارن جلو بره، اما خودش رو از بین جمعیت رد کرد. واسطاد بالا سر نرگس. اول خشکش زده بود. مثل دیوونه ها داشت به در و دیوار نگاه میکرد. انگار مغزش نمیخواست قبول کنه این همون دختریه که تا دیشب باهاش برنامه‌ای برای زندگی بلند مدت و کلی رویا داشتن.
بعدش زانوهاش سست شد و افتاد زمین. نشست کنار سنگها، دستاشو گذاشت رو صورت نرگس. برای چند لحظه هیچ صدایی از کسی در نیومد. فقط شونه های رجب بود که میلرزید. اون پسر از درون شکسته بود. بدون اینکه سرش رو بلند کنه، زیر لب با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفت: نرگس، من گفته بودم واسط میجنگم. گفته بودم تا آخرش پات وامیستم. این آخرین جمله ای بود که مردم از زبون رجب اون شب شنیدن. دوید سمت خونه خان، از دست افرادش رد شد و رسید داخل خونه. ناگهان بعد از چند دقیقه صدای ممتد شلیک تفنگ اومد. مردم شوکه شده بودن. بعد از چند دقیقه بدن بیجون رجب رو از خونه خان انداختن بیرون. و این بود پایان یک عشق پاک و نافرجام. جنازه نرگس رو با همون لباس سفید از کنار رودخونه بلند کردن و جنازه رجب رو هم مردها بلند کردن و رفتن به سمت قصال خونه. این فقط یه مرگ ساده نبود. این یه جواب بود، یه اعتراض بی صدا به جبر، به زور، به ظلم، به چیزی که سالها تو روستاها عادی شده بود و کسی جرأت نکرده بود جلوش واسه. به همین سادگی یه آرزو، یه عشق پاک و دو جوون مظلوم جونشون رو به خاطر هوس یه خان از دست دادن. بعد از اون روز انگار روستا دیگه هیچ وقت اون روستای قبلی نشد. نه اینکه زندگی نخواد ادامه پیدا کنه، نه، مردم باز سر کار می رفتن، بچه ها به دنیا می اومدن، عروسی های دیگه شکل می گرفت. اما قصه رجب و نرگس مثل یه زخم بزرگ مونده بود رو دل مردم اون روستا. هنوز بعد از گذشته حدوداً 60 سال از این داستان، هنوزم مردم این روستا این داستان رو روایت میکنن و اشک میریزن. خب دوستان، ممنونم که تا اینجای داستان با من همراه بودید. اگر هنوز کانال داستان ایرانی رو سابسکرایب نکردید، خوشحال میشم این کار رو انجام بدید. این کارتون به من انرژی و انگیزه میده تا داستان‌های زیباتری براتون بسازم. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. تا داستان بعدی، خدا یار و نگهدارتون.